خواب یک فرایند طبیعی و حیاتی هست که در آن بدن و ذهن انسان استراحت می‌کند. خواب و بازسازی انرژی بدن، تقویت حافظه و تنظیم فرایند بیولوژیکی مانند هورمون‌ها کمک می‌کند. خواب به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شود: خواب NREM. این نوع خواب خود به چند مرحله تقسیم می‌شود. در مرحله اول بدن شروع به آرام شدن می‌کند. در مرحله عمیق‌تر بدن به حالت استراحت کامل می‌رسد و ترمیم سلول‌ها آغاز می‌شود. خواب NREM به 3 دسته تقسیم می‌شود: خواب سبک که 5 تا 10 دقیقه، خواب متوسط 20 دقیقه، خواب عمیق 30 تا 40 دقیقه میباشد. خواب REM این مرحله از خواب و حرکات سریع چشم و فعالیت‌های زیاد مغز همراه است. بیشتر رویاها در این مرحله رخ می‌دهد و مغز به پردازش اطلاعات و تقویت حافظه مشغول است. چرخه‌های خواب REM و NREM به صورت چرخه‌ای 90 دقیقه در طول شب تکرار می شود. در اوایل شب بیشتر خواب در مرحله NREM هست، اما هرچی به صبح نزدیکتر می شویم زمان بیشتر در خواب REM سپری می شود. تفاوت‌ها و اهمیت هر دو خواب NREM بیشتر برای ترمیم فیزیکی بدن و بازسازی بافت‌ها اهمیت دارد. این مرحله به بدن اجازه می‌دهد تا انرژی خود را بازیابی کند و سیستم ایمنی تقویت شود. خواب REM بیشتر به عملکردها شناختی مانند تقویت حافظه، تنظیم احساسات مرتبط است. مغز در این زمان اطلاعات را پردازش می‌کند. چند نظریه مهمی وجود دارد. نظریه ترمیمی: این نظریه بیان می‌کند که خواب برای ترمیم بدن ضروری است. در طول خواب سلول‌ها بازسازی می‌شود. مواد شیمیایی که در طول بیداری مصرف شده اند دوباره جاگزین می‌شود. نظریه تحکیم حافظه: نظریه تحکیم حافظه طبق این نظریه خواب به ویژه در مرحله REM به پردازش و تحکیم اطلاعات جدید که در طول روز آموخته شده اند کمک می‌کند. نظریه سازگاری بر اساس این نظریه خواب به عنوان یک استراتژی تکاملی شکل گرفته است. خواب ممکن است به موجودات کمک کرده باشد تا در زمانهایی که فعالیت‌های کمتر انجام می‌دهد خود را از خطرات محیطی دور نگه دارد و انرژی را حفظ کند. نظریه تنظیم هیجانی این نظریه بیان می‌کند که خواب و ویژه خواب REM به تنظیم و پردازش هیجانات کمک می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد که کمبود خواب می‌تواند تأثیر منفی بر خلق و خو و توانایی مقابله با استرس داشته باشد. نظریه سمپاتی و همتوسازی این نظریه که نسبتاً جدید است بیان می‌کند که خواب به بازسازی تعادل در مغز کمک می‌کند. میزان خواب مورد نظر برای حفظ سلامت و سین و نیاز فردی بستگی دارد. بر اساس تحقیقات میزان خواب توصیه شده برای هر گروه سنی و شهر زیر است. کودکان مدرسه‌ای 6 تا 12 ساله 9 تا 12 ساعت خواب در شب و روز، نوجوانان 13 تا 18 ساله 8 تا 10 ساعت خواب در شب و روز، بزرگسالان 18 تا 64 ساله 7 تا 9 ساعت خواب در شب، سالمندان 65 ساله و بالا 7 تا 8 ساعت خواب در شب پیشنهاد شده است.